سلام، به اپیزود 3 از سریال کپی رایت در موسیقی از پادکست سرناد خوش اومدین. تو این قسمت میخوایم مثل یک سفر صوتی وارد دنیای رویالتی بشیم. حقوقی که بابت استفاده از موسیقی به هنرمند یا آهنگساز تعلق میگیره. همونطور که تو قسمت قبل دیدیم، این دنیای گسترده لایه‌های مختلف داره و الان اومدیم خودمون رو آماده کنیم تا بفهمیم هر کدوم چیه و چطوری در درآمدت نقش دارن. بیایم اول ببینیم رویالتی یعنی چی. در واقع اینوستوپدیا رویالتی پولیه که برای استفاده از مالکیت فکری مثل موسیقی پرداخت میشه. مثلا کسی میخواد آهنگتو در یه فیلم یا تبلیغ استفاده کنه، بهت پول میده. یعنی خلاصش این که رویالتی پولیه که صاحب اثر بابت استفاده میگیره. حالا انواع این رویالتی ها چی هستن؟ منطبق با منابع مختلف مثل سانگ تراست، سانگ چارتس، ویکیپیدیا اصلی ترین انواع رویالتیز رو میگیم. 1. مکانیکال رویالتیز، پولی که بابت تکثیر اثر شما پرداخت میشه، چه فیزیکی، CD، وینیل یا دیجیتال، دانبیتیال یا استریم. مثلا هر بار آهنگ تو در اسپاتیفای پخش میشه، هم رویالتی مکانیکی و هم اجرای عمومی ایجاد میشه. پس باید موقع آماده سازی اثر خیلی با دقت ثبت بشه. 2. پرفورمنس رویالتیز، وقتی آهنگ در جای عمومی اجرا میشه، مثلا تو کافه، رادیو یا استریم، ارسال اینها توسط پیاروها مثل اسکپ یا BMI بهت پرداخت میشه. 3. مستر ریکوردینگ رویالتیز، حقوقی که بابت ضبط اصلی اثر was master به صاحب رکورد داده میشه که ممکنه خود هنرمند باشه یا لیبل ضبط. این رویالتیز از استریم، دانلود یا استفاده در رسانه ها ناشی میشن. 4. Poorer Synchronization Royalties، وقتی آهنگت همراه با تصویر استفاده میشه، مثلا در فیلم، تبلیغ، بازی یا ویدیو آنلاین، این نوع رویالتی کاملا قابل مذاکره هست و حتی upfront fee داره. 5. Print Royalties، وقتی نوت یا متن آهنگت روی کاغذ چاپ میشن، مثل کتاب موسیقی یا کتاب نوت، بهت پرینت رویالتی تعلق میگیره. 6. دیجیتال پرفورمنس یا نیبرینگ رایتس، در بعضی کشورها اجرای ضبط‌های صوتی در رادیوهای اینترنتی یا پخش دیجیتال شامل این رویالتیزه که معمولاً توسط نهادهای مثل ساوند اکسچنج جمع‌آوری میشن. حالا چرا لازم هست هر موزیسین حرفه‌ای بفهمه این رویالتیز چی هستن؟ چون هر کدوم مسیر درآمد داره و بعضی‌ها حتی گیج کنندن. اگه با ثبت در پیاروها یا سازمان‌های مرتبط نباشی، ممکنه پولی بهت نرسه. حتی وقتی آهنگت جایی پخش میشه. مثلا PRS for Music تو بریتانیا در سال 2023 بیش از 1 میلیارد پوند رویالتیز جمع آوری کرد. این یعنی حجم چشمگیری از درآمدها که فقط از اجرای عمومی و استریم به دست اومده. پس جمع‌بندی میکنیم. مکانیکال میشه ایجاد نسخه، پرفورمنس میشه اجرای عمومی، مستر ریکوردینگ میشه استفاده از ضبط، سینک میشه استفاده همزمان با تصویر، پرینت میشه نوت چاپی، دیجیتال یا نیبرینگ میشه پخش دیجیتال ضبط. در قسمت بعدی میریم سراغ چطور این رویالتیز جمع‌آوری میشن. سازمان‌ها و فرآیندها مثل پیاروها، MLC و غیره رو بررسی میکنیم. مرسی که تا اینجا همراه بودی. اگر این اپیزود برات مفید بود، خوشحال میشیم با دوستات هم به اشتراک بذاری. تا اپیزود بعدی، بدرود.